بنده چرا رفتم مصاحبه کردم با آقای علیزیا کاریات، رفتی با جمهوری اسلامی برای پول گرفتی، چرا این کار کردی؟ من با سیاست برای کار ندارم. ثانیاً من شاهی ام بابا، چجوری باید شما بگم؟ پدرم افسر بوده، عموم افسر بوده، شوهر خواهرم افسر بوده. پس من اگه غیر از شاه، غیر از ولیعهد، غیر از ملکه فرح، غیر از اینا رو کسی رو دوست داشته باشم، من دیوانه هستم. جمهوری اسلامی اصلا چه کار دارم؟ چطور میتونم یه همچین چیزی رو دوست داشته باشم که مملکتم از خونم منو بیرون کردن؟ همسر شهرام شپره با تو ایران ارتباط داشتش و داشتش اون از اون طرف بود. این چقدر حقیقت داره؟ واقعیتش ببین، من هیچی از حرفایی که زدم هیچ کدومشون دروغ نبوده. من همه رو راست گفتم. آقای خانم شپره موقعی که تو ایران بودند، اگر هر روز نمی اومدن دیگه مکسیمم هفته 5 بار خونه من بودن، چون خونه ایشون هم تو فرشته بود، خونه ما هم تو فرشته بود. ایشون با مادرش بودن و خونه مادرش زندگی میکنن که هم خونه که مال خودشه، یه خونه اونجا داره توی خیابون خزره، یه دونه خونه توی چناران دارن خانم شپره. هر دو تاش هم دارن، هنوزم نفروختن، هنوزم نگه دارن. زندگیمو گرفتم، همه چیزو گرفتم. چطور شما میتونین همچین انگیری به من بزنین آخه؟ برای خودشون. و اون موقع خانم شپره میومد خونه ما، بعد تلفن که زنگ میزنه میگه بچه‌ها ساکت، هیچ نگی، نمیخوام مثلا بدونم پیش شما، نمیخوام بدونن کی. همون آقایون که خانم و آقایی که زنگ میزد نمیتونم بگم دیگه، نه خودشون میدونن دیگه، خودشون میدونن. خانم اون آقا زنگ میزد و به مثلا میگم مثلا فردا فلان جای برین، این کاراشون انجام شده، این کار درست شده. اوکی. بعد نزدیک بود، خیلی نزدیک بودن با هم. ایران با حرف اول ایران، آقای رفسنجانی موقع حرف اول ایران میزد. حالا بعد از آقای خامنه ای رفسنجانی بود همه کار ایران، ایشون تو اون باغ بوده، آقای فلانی هم بوده، آقای ایکس هم بوده، آقای ایگرگ هم بوده. خود آقای شمخانی هم بوده؟ نمیدونم، من اونا نمیدونم. اوکی. اونو نمیدونم. اوکی. ولی این خانمی که میگه همین که الان ویدیوشون زیاد دست اومده بیرون، نمیدونم همسرشون، نمیدونم، من الان نمیدونم اسمش نمیتونم، من در نیار که اسمش کیه. من نمیگم. یه بار گفتی. من نمیگم اسمش چیه. چون خانواده شهرام یا خانم شهرام توی ایران با یک کسی شخصیتی چیز داشتش. خب هم یاشار رزاقی که باهاش مشکل داشتن، ایشون من گفتش که یک دلایلی که ما تو ایران برام این مشکلات پیش اومد، نزدیکی و آشنایی زیاد خانم شپره بود با آقای شمخانی مثل شخصیت خیلی معروفی هستن ایشون تو ایران. بسیار معروفشون، اگر نرفت دوم سوم نباشه تو تاپ 5 ایرانه. بودن به خاطر آشنایی ایشون با آقای شمخانی. من گفتم ایشون با یک آدمی بسیار گنده، ایشون پارتیشونه. و شما دیگه اسمشون رو گفتین دیگه، من نگفتم، شما دارین. چه فرقی میکنه؟ من نمیگم، به من ربطی نداره. شما میدونستی نمیخواستی بگی. خب من تا اون حدی که بعد میگفتم گفتم. خیلی خب، همون چون یاشار رزاقی بهش پرسیدم ازش، گفتم همچین چیزی جمالی پنهان کرده، چیه داستان؟ گفت این شخصه. خب یاشارم خوب میدونه دیگه، چون یاشارم یه سالی رو تو زندان گذرون به خاطر این مسئله. اوکی.